زنان را دست کم نگیرین، زنان دست کم نگیرین. رسول صلی الله علیه و سلم به صحابه میگوید ای صحابی من، برو به زنت بگو که در حق تو دعا بکنه. اگر زنت در حق دعا کرد از صمیم قلب، از خلوص نیت، بدانی که در زندگی تو برکت می آید، در کار تو برکت می آید، به فرزند تو برکت می آید. وقتی در خانه پدر و مادر با هم نزاع دارند، چه فکر میکنی فردا فرزند از امام ابو حنیفه می شود، فرزند امام حسین می شود، امام حسن می شود؟ نه خیر. چرا او صفت پدر را گرفته، دختر صفت مادر را گرفته. امکان ندارد. از بیت سیب خواستن خطا هست عزیزان من. هر چقدر محبت پدر و مادر در خانه بیشتر شد، تعامل پدر و مادر جور شد، بدانی بهترین فرزندان و بهترین دختران در جامعه تقدیم میکنیم.